ما و شما امروز از مرگ نمی ترسیم، اما از گرسنگی می ترسیم. کوچکترین لشکر خدا که امروز همه را به کرانتین خواب کرده است، ما و شما از چی می ترسیم؟ از گرسنگی. ببینیم بسیاریا دو برای آرد هستند، برای خورد و خوراک، اما فکر مرگ نمیکنن که وقتی مرگ بیاید این خورد و خوراک چیزا دیگر فایده ندارد. میخواهم امروز بهر شما یک قصه که در زمان حضرت موسی علیه السلام گذشته است که انا همین خیلی وبا آمدگی بود برسانم و همگی شما خواهید از همین قصه فهمید که این گونه وباها از کدام سبب می آیند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل تماشابینان و هواداران شبکه صدای امید. بلعام پسری با اورا از نسل لوط علیه السلام در زمان حضرت موسی علیه السلام بود. بلعام شخصی بزرگ و عالم خوبی بود. بلعام اسم اعظم الله را می دانست. هر شخصیتی که اگر اسم اعظم الله را بداند، هر دعای کند دعایش زود اجابت می گردد. روز قومش به نزدش آمد، گفت ای بلعام، از تو یک خواهش داریم. بلعام گفت چه خواهشی هست؟ گفت دعا که در حق حضرت موسی و قومش که خدا اونها را نیست گرداند. بلعام گفت این چه خواهش است؟ چگونه در حق پیامبر خدا دعای بد میکردم؟ میگه قومش بسیاری از زر و زیور آوردند و در نزدش گذاشتند، گفتند تو دعا که همین طلاواری و زر و زیور از اون تو میشود. بلعام که این زر و زیور را دید، فریفته مال دنیا شد، دستی بر دعا برداشت و دعا کرد. گفت خدایا موسی و قومش را نیست بکنی. میگه وقتی همین سخن میگفت از زبانش چنین میبرآمد خدایا بلعام و قومش را نیست بکنی. وقتی قوم این سخن از زبان بلعام که شنیدن، گفتن ای بلعام، ما از تو خواهش کردیم که در حق موسی دعا کنی، تو در حق ما دعا کردیستی. بلعام گفت قسم به خدا این زبان در اختیار خود نیست، اما فریفته مال دنیا که شده بود، گفت من میتونم به دیگر راه قوم موسی را نیست گردانم. مردم گفت تو هر چیزی خواهی ما اجرا میکنیم، تنها کاری کن که قوم موسی نیست گردد. بلعام گفت هر چیزی که من الحال از شما خواهش میکنم شما رد نکنید. قومش راضی شدند. بلعام فرمان داد که به من یک چند دخترهای زیبا را بیارید. آوردند دخترها را و لباسهای زیبا پوشاندند. گفت این را به نزد قوم حضرت موسی روان کنید و قوم حضرت موسی هرچی از اینها خواهش کرد رد نکنید. حتی زنا هم که خواهش کردند دخترها رد نکنند. وقتی دخترها را به نزد قوم حضرت موسی علیه السلام رایی کردند، قوم موسی در یک جا استراحت کرده ایستاده بودند که دخترها به آنها نزدیک شدند. وقتی دخترهای زیبا لباسهای اوریان را که دیدند، وقتی که یک مرد ببیند یک زن اوریان را چگونه احساس میکند، همون خیلی احساساتی شدند. به نزد موسی آمدند، گفتند ای موسی، آیا به ما اجازت هست که با این دخترها همخوابگی کنیم؟ حضرت موسی علیه السلام گفت نه، همخوابگی شما با اینها حرام است، چون که اینها همسران شما نیستند. وقتی که حضرت موسی از نزد اینها رفتند، قوم فریفته شیطان که شده بود، دوی از اینها دو دختر رو گرفتند و رفتند. وقتی دست بر زنا زدند، خداوند یک قسم قوم حضرت موسی علیه السلام را نیست گرداند و یک بیماری را که در قوم حضرت موسی علیه السلام خداوند پرتافت که نام این بیماری طاعون بود، تا حال دوای را کسی دریافت نکرده است.
میگه بسیاری قوم به همین بیماری دچار شدن و قوم نیست شدن گرفتن. قوم حضرت موسی نزد موسی آمد، گفت ای موسی تو پیامبر خدا هستی، دعا کن که خدا همین بیماری را دور کند. حضرت موسی علیه السلام گفت دعا کردم، دعا کرده ایستادم، اما دعایم اجابت نشده ایستاده است. حضرت موسی گفت جویان شوین، چه واقعی هست در بین قوم که ما و شما بیخبر هستیم. وقتی قوم در کافت و کاب رفت، در یک خانه این دو جوانی که دو دختر را برده بود دریافت کرد که با آنها زنا کرده ایستادند. وقتی این دو جوان را در تار زنا داشتند، قوم گفت خدایا اگر هر بنده در این ملک تو زنا کند تا روزی که ما هستیم، قسم به ذات است که او را به دار می آویزیم. در زمان حضرت موسی اگر شخصی که دستی بر زنا می زد او را به دار می آویختند. از سبب ان همین زنای اینها خدا یک بیماری را در ملک در قوم حضرت موسی پرتافت که با نام طاعون بود. تا امروز این بیماری رفته ایستاده است، دواش کسی نیافته ایستاده است. میگه اگر در یک دهه یک زناکار وجود داشته باشه، خدا برکت از همون دهه میبرداره. امروز ها میبینیم در شهر و دهات در همه جا زنا آشکار شده است. این نشانه آخر زمان است. هر جا میبینی زنا کرده ایستاده است. چگونه خداوند برکت نمیبرداره، چگونه خداوند این بیماری را به ما نمیتیه. ای همین سبب ای زناکاران از خدا سخت بترسین، به سوی خدا برگردین و توبه کنین. او زنای تو چندین بدبختی ها میاره به خاندان خودت، به فرزندانت، به پدر و مادرت، به قیامتت، به این دولت ما اینقدر بیماری ها می آید و اینقدر برکت از دولت می پرد و میگن نرخ نوا قیمت شده ایستاده است. البته ایروی برکت که کم شود نرخ نوا هم زیاد شدن میگیرد. اگر نه در زمان حضرت موسی میشد اگر همین انسان هایی که زنا کرده ایستند در حال او را به قتل میرساندند، اما این زمان بعد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد برای همین زناکارا هم غمخوار بود، گفت با آنها وقتی تا اینها توبه کنند. و همین سبب از خدا بترسین. امروز میبینیم زنا میکنه با خوش به نوار میگیره. بسیار دیده ایستاده این جای لگر میگن دچه استراحتگاه ها میبینیم در یک روز قریب 10-15 تا زناکارا میرند و زنا میکنند. با چگونه دیگه این بیماری نآید؟ بدونید که این بیماری به سبب آمدگی نیست برادران. این ایروی فسادکاری قسم به ذات پاک. وقت روز قیامت خداوند ما و شما را خیزاند و پرسان شود حضرت موسی کی بود؟ چه خدمت ها کرد؟ و این قدر پیامبری که من آفریدم بهر شما کی بودند؟ از نام و نسب آنها، از فرزندان آنها. ما و تو حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیغمبری که شفاعت کننده امت است نمیدونیم که چند تا همسر داشت، چند تا فرزند داشت، فرزنداش به کدام نام ها بودند. ما همین را نمیدونیم. باید ما و شما شکرانه کنیم از این نعمت های خدا که امروز صدای ما بر گوش شما میرسد. ذره هم که باشد یک سخن به شما میرسونیم. باید شما جویان شوین از امر معروف نهی از منکر. دنیا اونقدر دنیای نیست. اگر 100 سال هم 1000 سال هم عمر ببین باز میمیری. اما در این قدر عمر دیدگیمون ما که از پیغمبرها به خبر باشیم، ندونیم، نشناسیم، وای بر حال ما و شما. وقتی خدا ما را خیزاند گوید چی بحث از پیامبران من خبر نداری؟ چرا نخواندی؟ چرا گوش نکردی؟ چی جواب میگیم؟ ایدم کاری دنیا بودیم، فریفته مال دنیا شده بودیم. خب خداوند هممون هدایت کند.
در حق دوستتان صدای امید با دعا باشین. فی امان الله.